یکی از سوالایی است، میگه که بعضی ها در غرب بعضی کسا هستن که ادعا میکنن در تلویزیون ها هم به نام پروفسور و به نام دکتر میبراین و این پروفسور و این دکتر میگه که در قرآن مثلا نامده که کافر کافر بگوییم، یا مثلا ما یهود کافر نمیتونیم بگوییم، نصارا را کافر نمیگن، مشرکین هم کافر نمیگن و بر ما میگه که اگر شما مثلا یهود و نصارا و مشرکین شما کافر بگوین، شما تکفیر کردین و گفتین که کافر هستین، شما یهود و نصارا را کافر گفتین، بنابراین شما تکفیری و خوارج هستین و مسلمان معتدل نیستین. میگه ما وقت این باره از عقل خود کار گرفتم، نزدیک بود که من هم به همراهشان موافقت بکنم، ولی باز هم خواستم استاد محترم در این راستا سوال بکنم که دقیق تر باشم که آیا یهود و نصارا را و مشرکین ما کافر بگوییم یا نگوییم. خب من نمیفهم این سوال از خواهر است یا برادر است. خب به هر شکل دوستای عزیز، جواب از این سوال یک سوال بسیار خوب است، مهم است که در این روزا حتی بعضی کسای به نام پروفسور و به نام دکتر در رسانه ها میبراین، بسیار کلان ریش سفیدا و تران، و ما شنیدم از چند تا ریش سفید و موی سفیده که یهود و نصارا را میگن که در قرآن کافر گفته نشده است و به این خاطر ذهنیت جوانا را خراب میکنن. دوستای عزیز، در مسائل شرعی ببینن سه قسم است. اول ما توصیه میکنم برای تمام جوانای محترم، یکی مسائل حسی هست، یکی مسائل عقلی هست، یکی مسائل شرعی هست. خوبی را دقیق متوجه باشین. میخوایم کل ما و شما میخوایم به جنت بریم، کل ما و شما میخوایم که در صف رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت حشر شویم و کل ما میخوایم من یک مؤمن موحد باشیم، کلگی میخوایم. اما بسیاری وقتا بسیاری کساست که درست درک نمیکنه، از دایره دین خارج میشه و یک وقت میفهمه که باز کار از کار تیر شده. دوستای عزیز، وقتی ما و شما در مسئله حسی تصمیم میگیریم، این کار حس ما و شما هست. من میخوایم یک دانه کامپیوتر لپتاپ داشته باشم، سعی میکنم یک کسی کامپیوتر برای من میاره، این کامپیوتر سعی میکنم والله خب کامپیوتر است، اینا قاطم میشه و اینا مثلا یک طرف هم قاط میشه و سرچپه همین قاط میشه و این ازی ما میتونیم که مثلا از این کامپیوتر این سرچپه و سر راسته و اینا بسیار خوبش است و بسیار سبک هم است. بنابراین این مسئله مربوط به حس میشه و من میگم والله کامپیوتر ما کس اوه چقدر رنگ است و جنجال است، اینی رو باید ما بگیرم. این حال این موضوع مربوط میشه به حس ما و مربوط میشه به عقل ما و مربوط میشه به مسائل دنیوی و تکنولوژی. پس اینجا الله برای ما حس داده و عقل داده و برای مال میته و ما ایوازی کامپیوتر یا کامپیوتر خوبتر و لوکستر میخرم و اما تو دست راحت تر میباشه و حرکت میکنم. بعضی اوقات مسائل مربوط به عقل میشه، پس مسئله که مربوط به عقل میشه اون رو با عقل خود ما درک میکنن. بسیاری کسا اینا مثلا وقتی از نگاه عقلی که الله متعال میگه افلا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ ما در بسیاری مسائل از عقل خود کار میگیریم و بسیاری واقعیت ها را با عقل خود درک میکنیم. اما وقتی یک مسئله شرعی شد، این دیگه باز پروفسور کار نداره که یک نفر مثلا پروفسور است در حیوان شناسی دامپزشکی، یا یک نفر پروفسور است در طب روانی، یا یک کس مثلا پروفسور است یا پیشدی داره در فلسفه و منطق. باز اینجا اهمیتش است که ما باید این دلیل شرعی را دلیل از قرآن عظیم شان داشته باشیم، دلیل از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، دلیل از اجماع امت اسلام داشته باشیم، دلیل از قیاس و از اجتهادات مجتهدین داشته باشیم. اینی ادله را کلش ببینیم که الله چی گفته، رسولش چی گفته، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا چی امی حکم فهمیدن و بعد از علمای دیگی که مثلا در طول این 14 قرن 15 قرن اینا آمدن و کتابا و تالیفات است و ما کل چیز مستند داریم
به این درک بکنیم. حالا شما این مسئله را که آیا یهود و نصارا را ما کافر بگوییم، کافر هستن یا کافر نیستن، و اگر اینا را کافر نگوییم بر ما چی مشکل پیدا میشه؟ خب یکی خود نظر شخصی او کسی است که من والا نمیگم چطور است چنان، او کارش، لکن او نمیخواد از نگاه دینی بفهمه. لکن شما وقتی که میخواین از نگاه دینی بفهمیم، به این میبینیم دلیل از قرآن. یهودی‌ها ادعای ایمان میکردن، میگفتن ما پیروای موسی علیه السلام هستیم و کتاب تورات ما چی میکنیم؟ کتاب این آسمانی داریم، بنابراین ما خود ما دین داریم. و حتی در درس دیروز، اگر دوستا دیروز بود یا پریروز بود، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای وفد نجران برشان میگه که اسلام برین، دو نفر رهبرایشان که برشان میگه که شما مسلمان شوید، اونا میگه ما پیش از تو مسلمان هستیم. ای پیغمبر، رسول الله صلی الله علیه و میگه شما مسلمان نیستین. خب اینال یهود ادعای ایمان میکردن و نصرانی ها هم ادعای ایمان میکردن، ولی قرآن عظیم الشان اونا را تکفیر کردن. الله متعال اونا را تکفیر کردن. اینال موضوع وظیفه موضوع کسی را که الله تکفیر بکنه تو تکفیر نکنی، تو در حقیقت الله را تکذیب کردی. یهود تکفیر کرده الله، گفتیشون که کافر است. بله، آیت قرآن است، سوره البینه آیت اول باز بکنید در قرآن عظیم الشان، در سپاره آخری، سپاره 30، سوره بینه آیت اول. الله متعال چی میگه؟ لم یکن الذین کفروا، نبودن کسانی که کافر شدن. کی کافر شد؟ من اهل الکتاب، از اهل کتاب. اهل کتاب کی هستن؟ یهود و نصارا هستن. یک پروفسور شوندیم چی میگه؟ میگه اهل کتاب گست، اینا خو اهل کتاب اینا رو گفته، کافر اینا رو نگفته. پیش از امی که آیت قرآن بخوان پروفسور، همین پروفسوری رو کمرت بزنه. اینجا بخوان که مثلا اینجا گفته که لم یکن الذین کفروا، تو خود تکذیب الله رو میکنی به نام پروفسور. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، یعنی اینجا از این آیت قرآن میگه که کافر شدن، از اهل کتاب کافر شدن، و المشرکین و مشرک هم کافر است. نه فلانی مشرک است و ما مشرک گفته میتونیم، کافر گفته نمیتونیم. نه خیر، الله کافر تعریف میکنه. این تعریف الله هست. میگه کسایی که کافر شدن از کی هستن؟ اهل کتاب و مشرکین، منفکین حتی تأتیهم البینه. اینا تا زمانی تو را رها نمیکنن تا که برشان دلایل روشن بیاری. پس الله متعال یهود، نصارا و مشرکین تکفیر کرد، و کسی را که الله تکفیر کرده باشه و او را کس تکفیر نکنه به خاطر که مرا تکفیری نگویه، خودش کافر است. چرا یکی از نواقض ایمان چی هست؟ تکفیر نکردن کسایی که اونا را کفرشان، شرکشان، ارتدادشان ثابت است. یک. دوم آیت قرآن، الله متعال میگه امین نصرانی ها به زبان خود میگه که in the name of Father, Son and Holy Spirit. تو خود اروپا زندگی میکنی، الله تا کمرت بزنه که جوانا رو گمراه بکنی. اگر تو پروفسور اینجا سعی کن، اونا میگن که ما به سه خدا ایمان دارم. عرب های نصرانی رو ما از گوش خود شنیدیم میگه که بسم الاب والابن و روح القدس. در کشور عربی ما با همراه یک نصرانی ها رو میدیم، نصرانی ها رو شنیدیم، در مدیا هم شنیدیم، میگن که بسم الاب والابن و روح القدس، به نام پدر، پسر و روح القدس. سه کس اونا چی میگن؟ میگن این سه کس میگن ارسش سه اقنوم هستن، میگن این ارسش خدای واحد تشکیل میدن. این تفسیر نصرانی ها هستن از عقیدهشان. این حال به انگلیسی هم وقتی که میگه in the name of Father, Son and Holy Spirit، یعنی این تسلیث میگن به سه خدایی. الله متعال چی میگن؟ الله میگه از الله بترسین. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. یقینا که کافر شدن، یقین داشته باشین که کافر شدن. الذین کسانی که قالوا گفتن ان الله ثالث ثلاثه، که الله سومین سه اقنوم هست، اینا کافر شدن. الله میگه کافر هستن و شما میگین که ما اینا کافر نمیگم. شما که اینا را کافر نگوین، خودتان
به اساس تکذیب این آیت قرآن و او آیت قرآن، یک آیت قرآن کس انکار کنه کافر میشه. شما این دو آیت قرآن کافر شدن. خب آیت سومی که بیان کافر شوین پروفسور صاحب، هو الذی، الله او ذات است که اخرج الذین کفروا، که بیرون کرد کسانی را که کافر شدن، من اهل الکتاب، از کتاب اهل کتاب، من دیارهم، از منازلشان، لاول الحشر، در اول حشر، در اول جمع شدن، ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصون من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولي الابصار. اینجا الله متعال چی میگه؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب. میگه الله، ببینین شما با این آیت قرآن کافر شدین پروفسور صاحب، سوره الحشر آیت دوم کافر شدین به این آیت قرآن. چرا شما این آیت قرآن قبول ندارین؟ الله متعال میگه و مردم میگه که نه، در قرآن نامده هست که یهود و نصارا کافر باشن. الله متعال میگه هو الذی، الله ذات است، اخرج بیرون کرد، الذین، کسانی را که کفر و کافر شدن، از کی؟ من اهل الكتاب، از اهل کتاب. خب این سوره درباره یهودی که در او وقت بوده هست. خب الم تر الی الذین نافقوا، در سوره خب این در سوره حشر آیت 2 بود. در سوره حشر آیت 11 بیاین، در سوره الحشر آیت 11 الم تر الی الذین نافقوا، آیا ندیدین شما کسانی را که منافق هستند، یقولون، میگن، سعی کنین برادرای منافق کی است؟ منافق بیادرش اهل کتاب است. اهل کتاب کی است؟ کافر است. الله متعال میگه الم ترى، آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الی الذین، بسوی کسانی که نافقوا، منافق شدن، منافق هستند، یقولون، میگویند، لاخوانهم، برای برادرایشان، الذین، کسانی که کفروا، کافر شدن، من اهل الکتاب، که کافر شدن کی؟ از اهل کتاب، یهود و نصارا. سوره حشر آیت 11. این 4 آیت، این حال کسی که یهود و نصارا رو کافر نمیگه به این 4 آیت قرآن کافر شد. ان الذين كفروا، در سوره البینه آیت 6، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، در نار جهنم مسلمان میره. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر شدن. این کلام الله هست. ببینید شبهات چه قسم ایجاد میکنن پروفسورایی که در برنامه ها میشینن و این گپا را میزنن. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر شدن، من اهل الكتاب، از اهل کتاب، و المشرکین، و مشرکین، فی نار جهنم، هم کافر هستن و هم در نار جهنم هستن. پروفسور صاحب، آیا کسی که در نار جهنم باشه و خالدینم دائما باشه، آیا مسلمان در دوزخ برای دائم می باشه؟ شما به این آیت 6 سوره بینه، اولئک هم شر البریه، 3 چیز، کافر، دوزخی ابدی و شر البریه. ای با آیت 6 آیت بینه هم کافر شدین. دلیل از احادیث هم براتون بگویم. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ امام مسلم نیشابوری در صحیح مسلم روایت میکنه، عن ابی هریره عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، والذی، قسم است به او ذاتی که نفس محمد بیده، که نفس محمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دست اوست، لا يسمع بی احد من هذه الامه، درباره من نمیشنوه هیچ کسی از این امت، یهودی باشه، ولا نصرانی، یا نصرانی و کریستیان باشه، ثم یموت، باز میمره، ولم یؤمن بالذی ارسلت به، به این قرآنی که ما ایره آوردیم، به این من فرستاده شدیم، اگر به این قرآن ایمان نبیاره، یهود باشه یا نصرانی باشه، الا کان من اصحاب النار، دیگه ای از اصحاب دوزخ هست، یعنی کافر است، اصحاب دوزخ هست. این هم شماره چیزا براتون بودم، حدیث براتون بودم، شماره حدیث 240 و 153، در 2 حدیث. در کدام کتاب است؟ این به نام صحیح مسلم مشهور است، لکن نام اصلیش چی است؟ المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، مشهور به صحیح مسلم. خب اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت یهود و نصرانی که از ما بشنوه یا هر کسی دیگه که بشنوه و به این قرآن ایمان نبیاره، این چی هسته؟ اصحاب النار است. اصحاب النار خب کافر است. خب ایناله دلیل دیگه از فقهای اسلام براتون بگویم. حکا
یکی از علما نوشته میکنه، میگه حکا اهل العلم الاجماع على کفر من انکر القرآن العظیم. میگه اجماع را علما ذکر، کسی که یک آیت قرآن انکار بکنه او بعضه یا بعضی از قرآن انکار بکنه، مثل پروفسور، ولو كانت آیتا واحده، اگرچه یک آیت باشه، او حرفا واحدا یا یک حرفی از قرآن انکار بکنن. و ممن حكى الاجماع، میگه کی اجماع را نقل کرده؟ میگه ابو عثمان الحداد رحمه الله حيث قال جميع من ينتحل التوحید متفقون. ابو عثمان حداد میگه که اینا، میگه تمامی کسانی که ینتحل التوحید به عقیده توحید هستند متفق هستند ان الجحد لحرف من التنزیل، انکار یک حرف از قرآن کفر است. این کدام کتاب آمده؟ الشفا به تعریف حقوق المصطفى للقاضی عیاض جلد 2 صفحه 1105. ابن عبدالبر هم امی اجماع را میگه و اجمع العلماء ان ما فی مصحف عثمان ابن عفان، میگه هر کسی که آنچه که در مصحف عثمانی که میگن در مصحف عثمان ابن که در وقت عثمان رضی الله عنه، این چی شده؟ بسیاری کسایی را نمیفهمن. این مصحف عثمان نوشته نکردن، این مصحف که از قرآن عظیم شان در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حفظ شده بود، هم نوشته شده بود. او وقت در پارچه های سنگ، در تخته سنگ، در پوست حیوانات که وقت این نوشته میکردن، در امو چیزهای درخت خرما، تخته های درخت خرما و تخته های دیگه. باز در وقت ابوبکر صدیق کل قرآنی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده بود، یک کمیته که اونا حافظای قرآن بودن و کاتبین وحی بودن، اینا میفهمیدن، یک کمیته در وقت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جور شد، اونا را از نزد مردم آوردن. ابوبکر صدیق کل از اینا را جمع کرد، پیش خود نگاه کرد. و باز در وقت عثمان رضی الله عنه که اید خانه چی بود؟ باز از ابوبکر صدیق در خانه عمر رضی الله عنه بود، باز از عمر رضی الله عنه در خانه بی حفصه که مادر ما و شما ام المؤمنین است و همسر عمر رضی الله عنه بود. همین قرآن در این وقت، در وقت عثمان رضی الله عنه کاغذ پیدا شد. باز همین کمیته 6 تن و هم حافظ قرآن هستن و هم اینا این قرآن چی کردن در اینجا. ای در خانه بی حفصه که بی حفصه کی بود؟ دختر عمر رضی الله عنه و از ازواج مطهرات از همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم. از خانه از او عثمان رضی الله عنه امی کمیته را آماده کرد و اینا این مرحله نسخ میگن. نسخ چی معنی؟ یعنی که از روی اینمی چیزهایی که در تخته های سنگ و در اینجا بود، یا کلشان در وقت ابوبکر صدیق از خانه های مردم جمع شد، در خانه امیرالمومنین خلیفه مسلمانان گذاشته شد. و وقتی که عثمان رضی الله عنه در خلافت عثمانی، خلافت خلفای راشدین در خلافت عثمان رضی الله عنه، باز ایره جمع کردن، در ورق ها نوشته کردن. این وقت ورق از چین و از مصر در اینجا آمده بود، ایره گرفتن، در این نوشته کردن. اینال ایره چی میگه؟ این نوشته شدن. خب به هر صورت اینال این علما، بسیار علما هستن، قاضی عیاض و مثلا اینجا دیگه علما هم میگن که کسی که یک آیت قرآن انکار بکنه، اینجا ابن حزم و ان القرآن الذي في مصاحف بأيدي المسلمين شرقا و غربا فما بين ذلك من اول القرآن الى آخر المعوذتين. این میگه نازل شد من کفر بحرف منه فهو کافر. المحلى بالآثار جلد اول صفحه 32 مسئله 21. خیلی زیاد است، من کل از بر شما خوانده نمیتونم. فتاوای امروزی که علما بسیاری کردن، مثلا شیخ ابو عبدالله احمد ابن عمر ابن مساعد حازمی میگن ان من انکر سورة کافر بالاجماع، اگر کسی یک سوره قرآن انکار بکنه میگه به اجماع امت اسلام این کافر است. من انکر آیتا، کسی که از یک آیت انکار بکنه کافر بالاجماع، میگه به اجماع امت اسلام کافر است. من انکر حرفا متفق علیه، اگر کسی از یک حرفی که متفق علیه بین قرآ هست، میگه این کافر بالاجماع، متفق علیه بین قرآ حرف. و هذا ماذا؟ هذا لو انکر حرف کیف لو انکر مرکبا کلام الله، میگه کسی ترکیب کلام مثلا یک جمله از قرآن چی کنه؟ کافر شود. بانه لیس بکلام الله، بگه که کلام الله نیست. هذا کافر ولا شک فیه. اذا من انکر القرآن کلام الله و اثبت بانه کلام غیری فحینئذ نقول هذا کافر بالله العظیم. اینال خب در این کار چی میگه که مثلا یک کسی مثلا میگه که نه این آیت در قرآن نیست، این آیت در قرآن نیست که یهود و نصارا کافر باشن.
دیگه صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ میگه فاهل السنت والجماعه اصلهم انهم یکفرون من کفره الله. میگه اهل سنت کسانی که الله کافر اونا را تکفیر کرده اونا را تکفیر میکنن و کفره رسوله و کسانی که رسولش تکفیر کرده اونا تکفیر میکنن من اهل سنت من الطوائف هر طایفه که باشه او من الافراد هر فردی که باشه فیکفرون الیهود اهل سنت تکفیر میکنن یهودا و یکفرون النصارى و تکفیر میکنن نصارا را و یکفرون المجوس و تکفیر میکنن مجوس و یکفرون اهل الاوثان و بت پرستان من الكفار الاصلیین از کافرای اصلی لان الله عز وجل شهد بکفرهم. میگه الله شهادت داده به کفر از اینا. فنقول و میگه ما میگیم الیهود کفار و النصارى کفار و اهل الشرک کفار، یعنی اهل الاوثان عباد الکواکب ستاره پرستا میگه اینا عباد النار آتش پرستا اینا کافر هستن، عباد فلان اگر کسی یک شخص پرستش میکنه الی آخری هؤلاء کفار و هؤلاء کفار اصلیون نزل القرآن به تکفیرهم. این یا کافرای بیخی اصلی هستن، یعنی کسایی نیستن که مرتد شده باشن، اینا کافر اصلی هستن درجه یک. دیگه این ما باید کافر بگوییم. پس اینال اینجا این فتاوای مثلا شیخ ابا بطینی را کسایی که مثلا چیز دارن میشناسن، این هم میگه وقد اجمع العلماء على کفر من لم یکفر الیهود و النصارى. میگه علما به این اجماع کردن به کفر کسی که یهود و نصارا را کافر نمیگه. او یشک فی کفرهم، یا در کفر از اینا شک میکنن. و نحن نتیقن و ان اکثرهم جهال، میگه ما یقین داریم که اکثریت از اینا جاهل هستند. خب اینجا بسیار فتواهای زیاد است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.